وزدني إيمانا من قلبي الحيران ناديت يا منان اغمرني بالغفران وزدني إيمانا ذنبي تعلاني للذل أردني ذنبي تعلاني. آن ایمانی که الله متعال از ما میخواهد، او ایمان شرایط و معیارهایی داره که باید با آن شرایط و معیارها برابر شود تا این ایمان نزد الله متعال پذیرفته شود. حالا سوال اینجاست که استاد سلیمانی عزیز، آن معیارهایی که ایمان را ایمان پذیرفته شده یا ایمان مقبول نزد الله متعال میگرداند چه هست؟ و کدام ایمان هست؟ حقیقتش استاد رحیمی عزیز، یکی از مسائلی که همه ما باید مد نظرمون باشه، ایمان بزرگترین سرمایه زندگی یک انسان مسلمان هست و ما از سلامت این سرمایه بزرگ باید مطمئن بشیم. من یک سرمایه بزرگی در گاف صندوق خونه خودم دارم به عنوان مثال، اما آیا واقعا این سرمایه که من بونها خوش کردم، این طلاها، این اسکناس‌ها و پولها، اینا اصلی هستن یا قلابی هستن؟ خیلی مهمه نه؟ من فکر میکنم که مثلا الان پولهایی که در گاف صندوق خودم دارم، طلاهایی که دارم، اون طلای اصله، بالاترین عیار رو داره. این پولها همش دلارهای کسب فلانه کسب، همه اصله. اما اگر این چیزی که به اسم اصل من تحویل دادن به خاطر عدم شناخت من، عدم آشنایی من با اون اصل، اینها بدل بوده باشه و جهلی بوده باشه، چه اتفاقی میفته؟ یکی از مشکلات همینه که شما اشاره فرمودید. اگر اصلی هم باشه باید بعد از هر وقت به سراغش برین که کسی سرقت نشده باشه. حالا اون که یک بحث دیگه است. اصلا من میگم مسئله اول از اینکه ثابت بکنیم که اصل هست، بعد به فکر نگهداریش باشیم که دزد نبره. دقیقاً ایمان همین حکایت رو داره. الله متعال میفرماید در تایید همین صحبتش که قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آیا من شما را به زیان بارترین کارها دلالت نکنم، راهنمایی نکنم؟ در آیه 103 سوره مبارکه کهف، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، کسانی که سعی بیهوده بردند و رنج بیفایده کردند، در تلاش بیفایده کردند در دنیا، در حالی که در حالی که اونها یحسبون، گمان میکردن، انهم یحسنون صنعا، اونا کار خوب دارن میکنن، عبادت دارن میکنن. این خیلی مهمه. این خیلی تباهی است دیگه. این واقعا این زیان بارترین کارها اینه که من فکر میکنم دارم میرم به سمت مکه، آخر سر از ترکستان در بیارم. و اصلا من فکر میکردم که دارم عبادت میکنم، دارم شرک انجام میدم، من فکر میکردم این کاری که دارم انجام میدم من روز به روز به الله متعال نزدیکتر میکنه، در حالی که روز به روز داشت من از الله متعال دورتر میکرد. این بدتر از کسی است که اصلا باور نداره، زحمتی هم نکشیده. این خیلی از اون بدتره. الان مسئله بحث ایمان مسئله بسیار مهمی است. ما باید ایمان خودمون رو بیاریم بگذاریم در میزان شرع و بسنجیم ببینیم چقدر از این ادعای ایمان من با اون حقیقت ایمانی که الله متعال از من خواسته در کتابش صادقه. اگر بیایم مراجعه بکنیم، ما میخوایم این ترازو رو معرفی بکنیم، بله، باید در بخش ما الان وقتی میخوایم بریم پزشک، جسممون رو مراجعه میخوایم آقا ببینیم این جسم من سالم هست یا نیست. چیکار میکنن؟ میگه خب فلان آزمایش، فلان همین چیزا، وزنم، قدم، فشار خونم، قند خونم، چربی خونم، نمیدونم گوش، چشم، همه اینها رو یکی یکی عکس بگیر از چی آزمایش چی. اینها رو ما باید الان با یک مسئله کوچیک نمیشه، باید بریم یکی یکی ببینیم چه مواردی از ایمان ما، پیکر ایمان ما نیاز به یک چکاپ داره، نیاز به یک بررسی کلی داره، نیاز به یک آزمایش کلی داره که ما بیایم یکی یکی اینها رو در میزان شرع بگذاریم ببینیم که ابعاد مختلف ایمان ما آیا این مطابق با شرع هست یا نیست، که اولا اصل بودنش رو ثابت کنیم هست یا نه، که اصلا اصل هست یا نیست، بعد بریم سراغ این که حالا که اصل الحمدلله چطور نگهش داریم و حفظش کنیم. دقیقاً که نیاز به وقت داره که یکی اینا رو برام بررسی بکنیم. در میزان اگه بخوایم بگذاریم در چند بعد ما باید بررسی بکنیم. وقتی ما صحبت از ایمان میکنیم، تصدیق قلبی، اقرار زبانی و عمل بر آنچه گفته شده، این از کجا ایجاد میشه؟ از تصدیق ما داریم شروع میکنیم. الان این تصدیق چی است؟ تصدیق چی رو باید تصدیق بکنم؟ اولین چیزی که باید تصدیق بکنیم خود الله متعال است.
ما الان ایمان رو حالا به اسم ارکان ایمان، شروط ایمان، بخش‌های ایمان، هر اسمی که می‌خوایم بگذاریم. درست. در قرآن کریم وقتی که ما بررسی می‌کنیم در کلام الله مجید، می‌بینیم که الله متعال به ما معرفی می‌کنه بخش‌های مختلفی رو. آمن الرسول، پیامبران ایمان آوردن، اونا الگو هستن دیگه. بما انزل الیه من ربه والمؤمنون، اینا با آنچه که نازل شده یعنی کتاب‌های آسمانی، یک بخششه. والمؤمنون، اینا مؤمنین هم ایمان آوردن. الان مؤمنین الله متعال یک بخشی از ایمانشون رو معرفی می‌کنه که اینا چه چیزایی باید ایمان داشته باشه. کل آمنه، اینا همه ایمان دارن به چی؟ بالله، الله متعال، ملائکته و کتبه و رسوله، کتاب‌های آسمان، الله متعال، ملائکه، کتاب‌های آسمانی، پیامبران. در آیه 177 سوره مبارکه بقره باز الله متعال می‌فرماید لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، یکی نیست که سمت روتون رو به سمت راست کنید، روتون رو به سمت چپ کنید، این نه، ولکن البر چیه؟ من آمن بالله والملائکه والکتاب والنبیین، اینها یکی یکی، والیوم الاخر، اول ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخر والملائکه والکتاب والنبیین، الله، ملائکه، روز قیامت، کتاب‌ها، نبیین. خلاصه اینها رو در آیات مختلف رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث جبریل که حدیث بسیار مشهوری است، معروف است به حدیث جبرئیل علیه السلام، روزی رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه نشستن در محفلی، یک شخصی وارد شد، هیچ اثری از سفر بر او نیست، لباسهای خیلی مرتب، تر و تمیز، موهایشون شده رنگ سیاه، غالبا همه می‌دونستن که این از اهل مدینه نیست، میشناسنش دیگه، بالاخره مدینه اون زمانه مسافر هم نیست، مسافر هم نیست، چرا که اثر سفر درش نیست. این عجیب بود براشون. اولا که اهل مدینه نیست، چون برای اولین بار میبیننش همه. دوما اگر از بیرون از مدینه آمده، اون موقع مثلا نبود هواپیما آدم سوار بشه، شست و رفته مرتب پیاده بشه، باز ماشین دیگه سوار بشه و همینجوری اتوی لباسش هم خم ببرو نیاره. اسب سوار میشد، شتر سوار میشد، گرد و خاک بود، غبار بود، مسیر از سیما از ظاهرش معلوم بود از سفر اومده. دقیقاً. این شخص هیچ اثری از سفر هم درش نیست. آمد نشست پیش رسول صلی الله علیه و سلم. این صحابه از همین الان تعجب کردن. اگه اهل مدینه است، خب اینقدر ترتمیز غالبا باید مال این شهر باشه، پس چرا ندیدیمش؟ باید شناخته میشد. بله. اگه اهل مدینه نیست، چرا اینقدر ترتمیزه؟ چطور این کی وارد شد که ما ندیدیمش؟ آمد نشست به محضر رسول صلی الله علیه و سلم، زانو به زانوی رسول صلی الله علیه و سلم زده، دو زانو نشسته. اینا باز در تعجبن، این کیه که باز مستقیم اومد و رفت پیش رسول صلی الله علیه و سلم نشست و دو زانو اینطوری نشست و با این جرأت و اصلا بدون اینکه نپرسید که کی است، مستقیم رفت پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و سوال کرد مل اسلام، ای محمد صلی الله علیه و سلم بگو به من اسلام چیه؟ مستقیم داره سوال میکنه. حضرت علیه السلام فرمودن اسلام اینه که بگی شهادت بدی لا اله الا الله، بعد نماز بخونی، روزه بگیری، زکات پرداخت کنی، نماز، زکات، روزه و حج بکنی اگر تونستی. گفت صدقت، راست گفتی. صحابه بیشتر تعجب کردن، خودش میپرسه بعد خودش تایید میکنه. عجیبه، این آدم عجیبی که تا برای اولین بار میبینیم، خودش سوال کرد، بعد که جوابش شنید گفت راست گفتی، همینه. دوباره پرسید مل ایمان، ایمان چیه؟ حالا بخش صحبت ما این بخششه، حالا بحث اسلام و ایمان و تفاوت اسلام و ایمان ان شاء الله با صحبت خواهیم. درست است. ایمان چیه؟ سوال کرد که ایمان چیه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم جواب دادن که ایمان این است. ارکان ایمان رو الان اینجا معرفی میشه. ایمان داشته باشی به الله، ایمان اینه که ایمان داشته باشی به الله متعال، ان تؤمن بالله و ملائکته، به ملائکه و همون فرشتگان به تعبیر خودمون فارسیش، و به کتاب‌های آسمانی ایمان داشته باشی، به انبیاء الهی ایمان داشته باشی، پیامبران، به روز آخرت ایمان داشته باشی، به قیامت و حساب کتاب و قبر و بهشت و دوزخ، همه اینها رو در بر میگیره، و به قضا و قدر الهی، چه خیرش چه شرش. 6 بخش: الله، ملائکه، کتاب‌های آسمانی، پیامبران الهی، روز قیامت، قضا و قدر الهی. این 6 تا رکن ایمانن. ما درباره اینها خیلی بحث داریم، خیلی صحبت داریم. این 6 تا آزمایشیه که الان ما باید ایمانمون اینجا بسنجیم. اونی که گفتیم مثل پزشکی 6 چکاپ باید بشه. این 6 تا یکی یکی باید چکاپ بشه. از این 6 تا مرحله اگر ما سالم رفتیم بیرون، بعد میفهمیم که الحمدلله الان جنسمون اصلیه، ایمانمون اصلیه. الله رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود ایمان به الله تعالی. خود ایمان به الله تعالی دنیاییه برای ما. این که ما بگیم خب خدا هست، این نشد.
روش بحث داریم. اینا که ابو جهل هم میگفت. روش بحث داریم. اینو که شیطان هم گفت. روش بحث داریم. خیلی بحث داریم دربارش. ایمان به الله تعالی. چرا منی که به الله تعالی ایمان دارم مثل صحابه نیست ایمان من؟ اون صحابه‌ای که رسول صلی الله علیه و سلم اونا رو تایید کرد، قرآن قبل از رسول الله تایید کرد، فرمود فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اگر ایمانی به مانند ایمان شما صحابه آوردن هدایت شدن. یا سلام. بقیه انسان‌های روی زمین. اون ایمان چی بود؟ اون ملاک اصلی اونه. میزان اصلی ایمان من صحابه است. و اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا انؤمن كما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. الان متون میفهمن وقتی که بهشون گفته میشد ایمان مثل بقیه مردم بیارید، یعنی صحابه به منافقین گفتن مثل این دیونا ایمان مثل اینا بیاریم، مثل ابوبکر و عمر و عثمان حیدر، بقیه ایمان اینا این دیونا. خدا فرمود خودشون دیوانن، کسانی که ملاک ایمان صحابه است. اما خب صحابه به چی ایمان داشتن؟ این سوال است. صحابی نیزه از کمرش زده میشه، از جلوی شکم نیزه میاد بیرون. تصور کنید سفیر رسول صلی الله علیه و سلم حرام ابن ملحان از پشت نیزه رو میزنن به کمرش مشرکین، این کله نیزه جلوی چشمش با خون و همون تکه‌ای از بدنش که کشیده میاد بیرون. اینو که میبینه میگه فزت و رب الکعبه، به خدای کعبه قسم که من پرستگار شدم. الله اکبر. علی رضی الله عنه در محراب ایستاده با شمشیر با خنجر به فرق سر مبارکش میزنن. تصورش تن آدمو میلرزونه. تصورش یعنی واقعا بعضی وقتا کلی آدم یه گوشه میخوره میشکنه، آدم جیغش در میاد. با شمشیر بزنن به فرق سر انسان. در این حالت میفرماید فزت و رب الکعبه، به خدای کعبه قسم که رستگار شدم. این چیه؟ این ایمان این من الان خاری به پام میخره، من جیغم در میاد، نمیتونم تحمل کنم مصیبت های دنیا رو، مشکلات رو. منم میگم ایمان دارم به الله، به ملائکه، به رسول، به روز قیامت، به قضا و قدر الهی. منم میگم ایمان دارم، اما کون اثر ایمان. الله تعالی میفهمد اگر ایمان شما مثل اینا بود فقط اهتدوا صحابه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. صحابه میگن این صحابه در آیه 137 سوره بقره، اگر بقیه مردم ایمانی مثل شما آوردن من قبول میکنم. فقط اهتدوا، فقط اهتدوا، هدایت شدن. اینا رو من هدایت شده میدونم، اینا راه یافتن مثل شما. الان این ایمان چیه؟ ما باید بدونیم که این ایمان اصلا چی بود اول. این ایمانی که صحابه داشتن چی بود؟ به چی ایمان داشتن؟ بعد چطور این ایمان در زندگیشون تاثیر گذاشت؟ ما هم ظاهرا اون چیزایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در این روایت مشهور ذکر شده، روایت جبرئیل، ایمان بالله، به ملائکه، کتاب‌های آسمانی، پیامبران، روز قیامت، قضا و قدر، ما هم ظاهرا ایمان داریم. خب بعد نگفتین که اون نفری آمد و مسافر هم نبود، اهل مدینه هم نبود، در مورد اسلام سوال کرد و تصدیق کرد. این بخش ایمانشو داشته باشیم، حالا باز برمیگردیم سراغ این موضوع، چون بحث ما روی این مسئله زیاد است. داستانو به قول شما تکمیل کنیم برای بخش بینندگان شاید سوال باشه کی بوده چی بود. وقتی که رسول صلی الله علیه و سلم فرمودن که ایمان اینه که به الله، ملائکه، به کتاب‌های آسمانی، پیامبران، به روز قیامت و قضا و قدر الهی خیر و شرش ایمان داشته باشی، اون شخص گفت که صدقت، راست گفتی. صحابه تعجب میکنن، خودش میپرسه، خودش باز میگه راست میگه، خودش تایید میکنه. تو اگه بلد نیستی چرا میپرسی؟ اگر بلد هستی دیگه چرا این تاییدش چه معناست؟ سوال بعدی، سوال سوم، مل احسان. احسان چیه؟ احسان تعریف کن. حضرت علی صلی الله علیه و فرمود ان تعبد الله کانک تراه. این چیز جدیدی باشه برای اصحاب رسول الله هم. الان اسلام داریم، ایمان داریم در این روایت و احسان داریم. هر کنیم یک تعریف خاص داره. اسلام، ایمان، احسان. اون پرسید که اون شخص این احسان چیه یا رسول الله؟ فرمود حضرت علیه السلام که ان تعبد الله کانک تراه، به گونه الله متعال رو عبادت کنی که انگار داری میبینیش. فان لم تکن تراه فانه یراک. اگرم تو اونو نمیبینی اون که داره میبینه تو رو. این میشه احسان. این درجه دیگه اوج ایمان باز. این دیگه اون درجه ایه که دیگه آرزوه که صحابه رو حضرت الله متعال فرمود السابقون الاولون من المهاجرین و الانصار، سبقت گیرندگان از اولیه که همون مهاجرین و انصار هستن، والذین تبعوهم به احسان، کسانی که از اینا پیروی کنن، نه پر پیروی. ما خیلی از ما ادعای پیروی صحابه رو داریم، پیروی که در احسان باشه. احسان رسول الله چی معرفی کرد؟ طوری عبادت کنی الله متعال رو که انگار داری میبینیش.
اگر نمیبینیش اون که داره تو رو میبینه. این احساس در عبادت و ایجاد باید بشه. حالا روی این بحث ما صحبت خواهیم کرد به تفصیل، روی اسلام، روی ایمان، روی جز اینها ما صحبت داریم ان شاءالله در پیش رو. بعد گفت صدقت، بلند شد رفت. صحابه تعجب کردن، یا رسول الله، هم موندن. حالا حضرت منتظرن تا از بخاطر ادب و احترامی که به رسول صلی الله علیه و سلم دارن که بلند شد رفت بیرون. بعد حضرت فرمود که شناختید کی بود؟ گفتن نه یا رسول الله، الله و رسوله اعلم. نشناختیم. فرمود انه جبریل، این جبرائیل علیه السلام بود، اومده بود که یعلمکم دینکم. الله اکبر. اومده بود که شما رو، دین شما رو به شما یاد بده. یعلمکم دینکم. اومده بود به شما معنای اسلام و ایمان و احسان رو یاد بده. و جبرائیل علیه السلام تا صحابه شنیدن جبرائیل علیه السلام خب عظیمترین فرشته الله متعال هست، سردار و سرور ماست، نور چشم ماست، تاج سر ماست. هر کسی آرزوی دیدن این نازنین رو داره و الله متعال از الله متعال خواهانیم که روز ان شاء الله نصیب بکنه که ما الله متعال رسول الله خود الله متعال رو ببینیم و رسول الله صلی الله علیه و سلم و جبرائیل علیه السلام و تمام انبیا و ملائکه الله متعال رو. صحابه بیرون شدن بودو کالا برن ببینن یک دستی بهش بدن، سلامی باش بکنن، تا رفتن دیدن غیب شد، دیگه نیست. در این حدیث که به اسم حدیث جبریل معروف است در بین علم تفسیر و محدثین و به روایت‌های مختلف، سندهای مختلف ذکر شده، اینجا ایمان رو رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما و شما معرفی کرد. ما الان باید بیایم و بسنجیم که ایمان ما وقتی که ما صحبت از ایمان میکنیم در تک تک این بخش‌ها، ایمان به الله متعال، آیا ایمان من به الله متعال، من میگم الله متعال قبول دارم، من میگم که الله متعال هست، من میگم که الله هست، شیطان هم میگفت الله هست، ابو جهل هم میگفت الله هست. اینا رو قرآن میفهمد. بالکل. فرق من و شیطان و ابو جهل در چیست؟ در ادعای وجود الله متعال در چیه؟ هر سه ما در این که الله متعال هست، الله هست، قبول داریم که الله به عنوان خالق آسمان نه تنها هست، خالق آسمان و زمین هم خودشه. فقط حالا اون کسانی که در داخل پرانتز غیر از الله متعال هم در آسمان و زمین، خلقت آسمان و زمین شریک میدانن، که اون که به جای خود که حالا ابو جهل که میفرماید الله متعال که اگر ازش بپرسی من خلق السماوات والارض لا یقولون الله، قطعا، حتما، یقینا. لا یقولون سه تا تاکید داره این حرف. حتما و قطعا و یقینا خواهند گفت فقط اللهه که خالق آسمان و زمین، هیچ کسی دیگری. من الله رو شناختم یعنی چی؟ آیا من فقط به این اسم و این ادعا که میگم خب خدا هست، یک کسی هست که آسمان و زمین رو خلق کرده، خلاص تموم شد، حق مطلب ایمان به الله ادا شد، من در این رکن اول بحث ایمان که اعتقاد به الله تعالی است، آیا من در این تموم شده که من قبول کردم و ایمان من درست شد یا نه؟ نیاز به موارد بیشتری است. این مورد رو ما باید بررسی بکنیم. ما در ایمان به الله تعالی، ایمان به الله تعالی اول خود وجود الله متعال، اثبات وجود الله متعال. آیا من به عنوان یک مسلمان که معتقد به وجود الله متعال هستم، اگر کسی آمد که اعتقاد نداره به وجود الله متعال، اصلا به الله متعال اعتقاد نداره، یک غیر مؤمن، یک کسی که من اونو میگم کافر، خب گفت توی مسلمان، بچه مسلمان، همین کسی که شما به عنوان خالق الله معرفی میکنی برای من ثابتش کن. من میتونم ثابت کنم براش. آیا من خود الله متعال با تک تک سلول های بدنم احساس کردم وجودش رو که بتونم این رو معرفی کنم به کسی دیگری؟ آیا من الله متعال رو اونگونی که شایسته شناختش هست شناختم؟ الله متعال گله داره از بندگانش. و ما قدر الله حق قدره. الله رو اونگونی که باید بشناسن نشناختنش. ما در بحث شناخت الله متعال خیلی کم کاری کردیم. ما خیلی بی‌مهری کردیم. یک واقعیته. ما درباره الله متعال ما فقط قبول داریم که بله الله متعال هست، خالق آسمان ها و زمین است. خب در خود وجود الله متعال در قرآن وقتی خودش رو ثابت میکنه برای ما، وجود خودش رو اول چی معرفی میکنه برای من؟ چه راهی وجود داره برای اثبات الله تعالی؟ چیکار کنم من که بیشتر از در و دیوار وقتی که فینما تولوا فثم وجه الله، هر طرفی رو بکنم الله متعال رو دارم احساس بکنم، ببینم. این احساس چطور در وجود خودم بیارم که در لحظه لحظه زندگی من الله متعال باشه؟ این الله متعال رو که من شناختم، صفات الله متعال، قدرت الله متعال،
اسمهای الله متعال، این عظمت الله متعال رو چطور باید درک بکنم، چطور باید بشناسم، رابطه الله متعال با بندگانش، حیطه اختیارات بندگان در برابر الله متعال، موجوداتی که الله متعال خلق کرده، حیطه اختیارات همه اینها، آنچه که خاص الله متعال و حق ندارم به دیگران نسبت بدم، آیا اینا رو شناختم یا نشناختم؟ ما درباره شناخت الله متعال، من به شخص خودم میگم، خودم رو دارم میگم، من الله متعال رو اون گونه‌ای که شایسته الله متعال است نشناختم. اگر میشناختم نباید لحظه ای از الله متعال غافل میشدم، نباید این عظمت رو فراموش میکردم، نباید دنیا برام عزیز میشد، نباید دیگه از مرگ میترسیدم، نباید از رفتن داخل قبر و ملاقات با الله تعالی میترسیدم، نباید از الله متعال غافل میشدم. اینا همه مسائلی است که در شناخت الله متعال باید صحبت کنیم دربارش. آیا من درباره ایمان به ملائکه، وقتی که میگن ملائکه هست، اصلا میدونم ملائکه چی هستن، چه موجوداتی هستن، چی کار میکنن، وظیفهشون چیه، نقش اینا در زندگی من چی هستن؟ آیا ملائکه فقط حضرت جبرائیل است که میومد کتاب میآورد و انبیا میگذاشت و میرفت، یا نه همراه من همیشه کسانی هستن؟ آیا من تا حالا در زندگی اینو احساس کردم که من هیچ وقت در هیچ لحظه‌ای تنها و جدای از ملائکه نیستم؟ اون معیت الله متعال به جای خودش، اون که الله متعال بر من همیشه حاضر و ناظر به جای خودش، آیا من اینو در زندگی احساس کردم؟ آیا من آشنا هستم با این موجودات عظیم و این موجودات دوست داشتنی؟ چه نقشی در زندگی من دارن؟ ایمان به ملائکه چه تأثیری در زندگی من داره؟ آیا من ایمان به کتاب آسمانی وقتی که صحبت میکنم، ایمان من نسبت به این کتاب ها چیه؟ وقتی که من نسبت به قرآن صحبت میکنم، قرآن رو یک کتاب تحریف شده میدونم، دستکاری شده میدونم، یا نه اصلا این کارم نمیکنم؟ قرآن رو قبول دارم اما تا حالا نخوندم، ترجمه فارسیش هم نخوندم، معانیش هم نفهمیدم. آیا این ادعای من نسبت به ایمان به کتاب آسمانی قبوله؟ وقتی که من انبیا رو معرفی میکنم، چقدر از انبیا رو شناختم؟ چند تاشون میدونم؟ وقتی قیامت رو صحبت میکنم، چقدر مرگ و قیامت در زندگی من تاثیر داره؟ قضا و قدر الهی اصلا چی هست؟ همه اینها مواردی است که ما باید روی هر بخش اینها باید صحبت کنیم، نه یک برنامه، روی هر بخش اینها یکی یکی حوصله کنیم. من همینجا پیشاپیش با اجازه شما از همه بینندگان عزیز تقاضا میکنم که انشاءالله همراه ما باشید که در برنامه‌های پیشی رو به همراه شما همه ما بشینیم کنار هم در پای رحل قرآن کریم و درس قرآن کریم و آیات و احادیث رسول صلی الله علیه و سلم تا یکی یکی این بخش‌های مختلف ایمانمون رو چک کنیم و بررسی بکنیم که ببینیم ایمان ما کجاست. من قلبي الحيران ناديت يا منان اغمرني بالغفران وزدني إيمانا. من قلبي الحيران ناديت يا منان اغمرني بالغفران وزدني إيمانا. ذنبي تعلاني للذل أرداني، ذنبي تعلاني